وای بچه باورمون نمیشد که منصور جانو داریم از نزدیک میبینیم. قصه از جای جذاب میشه که منصور جان با دیدن چنگ زدن سمیه جان و خوندن من این ریاکشن رو نشون میده. من از شما انرژی گرفتم، همینو خواستم شیر کنم. سعیم شد مرسی که انگیزه میدید و وجود این عشق مشترکتون رو به تماشای همگان میذارید. ولی سورپرایز بزرگ دعوت شدیم به رستوران جاز به سلف اشراق که به نظر یکی از بهترین رستوران های اربیله. شب آخر سفرمون آقا نیما و شکیلا جان کلی خاطرات خوب برامون ساختن. خیلی بهمون خوش گذشت. خیلی تشکر. مرسی قربون شما. آقا سینا خیلی ممنونیم.